سلام عرض میکنم خدمت همکار عزیزمون آقا محمد رضای احمدی عزیز در شبکه 3 و همینطور آقا میلاد ایزدی بزرگوار در شبکه کرمان. کنانی زادگان بلند پشت مدافعین، عیسی کثیر به دنبال توپ، زاره اونجا تعادل خودش رو از دست میده و خطا به سود گلگهر سیرجان اعلام میشه. برای امیری، وحید امیری پاس در اون، فرصت برای آل کثیر میزنه و گروسیان میگیره توپ رو. چه فرصتی رو از دست داد عیسی آل کثیر. فرجی توپ رو دور کرد. علیزاده، بایناما بازیکن تکنیکی از بایناما، کاظمی، رزاقپور ارسال به محوطه جریمه و توپ رو به کرنر میزنه اونجا میلاد سرلک. بازی رو نگه داشته آقای عرب براقی. فرصت برای بایناما، فرصت برای گلگهر و زاویه بسته. اونجا ضربه رو زد دروازه‌بانی که در این فصل خوب کار کرده تا اینجای کار برای پرسپولیس. تیگدری توپ رو گرفت، بایناما از پشت محوطه جریمه از زاویه بسته به توپ ضربه میزنه، اما توپش به کنار دروازه پرسپولیس برخورد کرد و توپ به بیرون رفت. بغل دروازه برخورد کرد احمدزاده، درون محوطه جریمه رو به بیرون و ضربه‌ای که علیپور به کجا زد. کمی عقب‌تر واگذار میکنه به همتیمی خودش رزاق نیا. بایناما رو به بیرون، فرصت برای گلگهر و توپی که از کنار دروازه خطرناک به بیرون رفت و کرنر از سمت راست برای گلگهر سیرجان. توپ رو میفرسته به محوطه جریمه، فرصت برای پرسپولیس و ضربه سری که به بیرون رفت. آشوری باز هم برای ایدی، درون محوطه جریمه رو به بیرون و اونجا توپ رو به بیرون میزنن مدافعین پرسپولیس. برای علیپور به توپ میرسه، علیپور درون محوطه جریمه در عرض و اونجا گروسیان ارتباط رو درازکش روی زمین قطع کرد. ضربه زده میشه مستقیم به سمت چارچوب و توپ با اختلاف کمی از بالای دروازه پرسپولیس به بیرون میره. آشوری، بایناما، فرصت برای گلگهر، فرصت برای گلگهر هنوز هست، رو به بیرون و توپ دفع میشه. رزاقپور رو به عقب، فرشاد فرجی از سمت راست پشت محوطه جریمه برای آل کثیر میبره به سمت چپ. حالا علیپور وارد محوطه جریمه میشن، ضربه رو میزنه و در دو مرحله فرزین گروسیان دروازه گلگهر سیرجان رو نجات داد. ارسال به روی دروازه، ضربه سر رو فرجی میذاره، گندوز از دروازه بیرون میاد، ارسال میشه به تیر 2، ضربه سر رو اریک بایناما میزنه و مدافعین پرسپولیس توپ رو دور میکنن و ضربه کاظمی بعد از برخورد به بازیکن پرسپولیس باز هم به کرنر رفت. پرتاب برای گلگهر، سریع توپ رو پرتاب میکنن. رزاقپور ارسال به تیر 2، ضربه سر توسط زاره و با اختلاف زیاد توپ به بیرون رفت. از سمت راست فرصت برای پرسپولیس و توپی که توی دروازه قرار میگیره. نتیجه 1-0 میشه و وحید امیری دروازه گلگهر سیرجان رو در دقیقه 52 مسابقه باز میکنه. نتیجه 1-0. یه لحظه غافلگیر شدن مدافعین گلگهر سیرجان و وحید امیری فرصت طلب و با تجربه دروازه گلگهر رو باز کرد. خوشحالی نیمکت نشینان پرسپولیس، خدای خودش رو هم شکر میکنه. صحنه آهسته رو
با هم دیگه ببینیم. پاسی که در عرض ارسال شد و بدین شکل با بغل پا پاسی رو که فرجی فرستاد، بدین شکل امیری زد به اون گوشه دروازه و کاری از گروسیان بر نیومد. فرجی زد، علیزاده، آشوری پا به تو حرکت میکنه، نوید آشوری، فرصت برای کاظمی و ضربه ای که آرام آرام از کنار دروازه پرسپولیس به بیرون میره. اولین باختش در مقابل استقلال خوزستان رقم خورد. فرصت برای گلگهر و اونجا توپ رو کنعانی به بیرون میزنه. آشوری با ایناما توپ رو زدن، اونجا فرصت برای گلگهر و گندوز توپ رو به بیرون زد، اما قبل از اون توپ به کرنر رفته بود. کرنر از سمت راست برای گلگهر. ارسال میشه توپ به روی دروازه و اونجا الکسی گندوز خیلی راحت توپ رو در اختیار گرفت. آشوری میبره به سمت چپ برای رزاقپور. رزاقی نیا، رزاقپور ارسال به روی دروازه، توپ از سمت راست میرسه به تیگدری، بازم توپ رو میبرسه به روی دروازه. اونجا یه بازیکن از گلگهر نقشه بر زمین شد که آقای عرب براقی نزدیک به صحنه بود و اعتقادی به خطای پنالتی نداشت. آشوری، تیگدری ارسال به محوطه جریمه و توپی که خطرناک از کنار دروازه پرسپولیس به بیرون میره. اورونوف صاحب توپ، آلیشا از سمت چپ حرکت کرده، اورونوف یه حرکت تکنیکی رو انجام میده، ضربه خودش رو میزنه و اونجا با ایناما خدابندلو جونیور از کجا به توپ ضربه میزنه که بله، خب به سمت چپ برای رزاقپور مستقیم میزنه به سمت دروازه و کرنر از سمت چپ برای گلگهر سیرجان، میبره به سمت چپ برای اسلام طلب. رزاقپور توپ رو فرستاد به دهانه دروازه و اونجا تیگدری به خوبی توپ رو میگیره. همچنان صاحب توپ تکنیکی نشون داده مهدی تیگدری نژاد و خطا به روی تیگدری توسط اورونوف. اندونگ، زاره، عثمان اندونگ، آشوری، توپ ارسال میشه به محوطه جریمه، فرصت برای گلگهر و توپ رسید به تیگدری و اینجا هم سوت پایان بازی به صدا در میاد توسط آقای عرب براقی داور مسابقه و